در این مورد با فضلالدین حاجی‌زاده عضو هیئت شورای همبستگی اسلامی ترکمن‌های افغانستان که در استودیو با ما هستند. آقای حاجی‌زاده سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدین. آنچه که در مورد رهایی عبدالرؤف هست حکومت هم وعده سپرده بود، میخوایم بدانیم که آیا پیشرفت وجود داره در این زمینه یا خیر؟ علیکم سلام بر شما و بیننده های طلوع نیوز. در حقیقت حکومت حاضر به این نیست که اما اسناد و مدارکی که از پیشرفت ها سخن بگویه و از پیشرفت ها چیزی با ما نمایان بسازه با ما شریک نساخته و برای همه هویداست که حکومت 2 هفته از مردم ما از ترکمن ها وقت گرفته بودن که ما تلاش جدی خود به خاطر پیدا کردن عبدالرؤف جان میکنیم و به خاطر رهایی عبدالرؤف جان و این 2 هفته هم داره آهسته آهسته تمام میشه و حکومت باز هم به خاطر پیدا کردن عبدالرؤف 1 هفته وقت خواسته و به می منوال داره ادامه پیدا میکنه و امیدوار هستم که بعد از تا 1 هفته دیگه عبدالرؤف جان پیدا شود. و در ضمن گزارشی که شما هم داشتین آدم رو بایان اختطافچیان دارن با مو ارسال کردن فوتو و یا که ساوند و تماس با خان و فامیل عبدالرؤف جان اما مقدار پول بیشتر میسازن و به این حاضر نیستن که بیان تمکین بکنن، سرخم بکنن و بگوین که ما داریم برای شما کمتر ساختیم، اما اونا از اقتدار سخن میگوین، اما اونا از صلابت و امو کیستی خود بیشتر سخن میگوین که ما آماده نیستیم که به شما کمتر بسازیم و یعنی اگر مقدار پول کمتر ساخته شود ممکن این پول پرداخته شود از طرف خانواده عبدالرؤف؟ نه در حقیقت ما آماده نیستیم که پول بپردازیم. ما در استودیو هم گفتیم حکومت باید تلاش خود خرج بده. اگر حکومت پیدا کردن با توانایی و توانایی به پیدا کردن عبدالرؤف جان نباشه، اما 2 لک یا 2 میلیون دلار از بودجه 91.93 بده، چرا که هدف ما خط سرخ ما پیدا شدن عبدالرؤف جان است و هم هدف و خط سرخ ما این است که باید در مزار شریف و در ولایت های دیگر افغانستان دیگر ترکمن ها و یا ترکمن ها دیگر تحت ظلم و استبداد و شکنجه و اختطاف و ترور اینان قرار نگیره. هدف از این سخنی بود که اونا اما اقتدار خود نمایان میسازند. از دید شما چه باعث شده تا با وجود که تلاش ها جریان داره، با وجود که حکومت بارها گفته که ما در این زمینه جدی کار میکنیم که عبدالرؤف را از بند ربایندگان رها بسازیم، اما ربایندگان هنوز هم از اقتدار صحبت میکنن، از دید شما نشان دهنده چی بوده میتونه؟ خب ضعف داره حکومت و حکومت در پیدا کردن عبدالرؤف ضعیف بوده و استخبارات یا امنیت حکومت ضعیف است. ببینین در ولایت بلخ اختطافچی‌ها، ربایندگان، زور و آن خیلی بیشتر رنگ گرفته و اونا هم بالای حکومت خبری نیستن که حکومت آیا چه کاری میکنن یا نمیکنن. اگر اینها ترس و هراسی از حکومت میداشتن به پیش نمی رفتن که باید 2 میلیون 1.5 میلیون به 2 میلیون افزایش بدن و حکومت هم اونمو وقت کشیده ادامه میده و ما جواب سوال شما 2 اصل میگم. حکومت خیلی ضعیف است. ببینین حکومت 100 روز میشه عبدالرؤف اختطاف شده تا بال توانایی به پیدا کردن عبدالرؤف نیست. استخبارات حکومت، امنیت حکومت، تکنولوژی که حکومت با پیشرفتگی داره نمیتونه و حکومت چگونه بیاید حرکت ها و گروه هایی که در بیرون از بیرون داخل افغانستان میشه، گروه های تروریستی و یا جاسوسی که در داخل افغانستان فعالیت میکنه، اینا را پیدا بکنه. قضیه عبدالرؤف جان نمایان است، واضح است، همانند آفتاب 100 روز میشه. 100 روز ببینید شما حکومت تا به حال هم نتونسته چیزی به ما پاسخ مثبت بده. هنوز هم امیدواری دارین که عبدالرؤف را بتونن در 1 هفته دیگر از چنگ آدم را بایان رها بسازن؟ ما با همون صبر و حوصله امیدواری وجود داره، ما حرکت های ما هم وجود داره، امیدواری وجود داره که عبدالرؤف جان پیدا شود. ما در هوای سرد زمستان بیشتر از 2 ماه می شود خیمه تحصن خود در ولایت بلخ حفظ داشتیم و نگه داشتیم با همون گرمی که از سر تا سر افغانستان به او خیمه می آید و همون -6 الی -7 درجه ادامه داشتیم. بعد از این هم ادامه داره.
ما گفتیم هدف ما چی است؟ هدف ما پیدا شدن عبدالرؤف است. هدف ما این است که ما بعد از این تحت شکنجه زندگی نکنیم. هدف ما این است که باید بعد از این اصل مساوات برابری باشه. آنچه که قانون اساسی، آنچه که حکومت برای ما تعریف میکنه، نظر به عموم مشارکت ملی وجود داشته باشه، اصل برابری وجود داشته باشه، نه به این که به قوم به عنوان یک قوم ضعیف بالای ظلم شود. اما این اختطاف ها در ولایت های مختلف افغانستان وجود داشته، در هرات هم و از اقوام مختلف ربوده شدن. بله، این حرفتون درست است، اما ببینید در ولایت بلخ شما یک سروی عمومی بکنید در ولایت بلخ چقدر ظلم شده بر ما. از شکنجه میگیریم، بار اول نیست که بر ما شکنجه شده. از ترور میگیریم، بار اول نیست که ما ترور شدیم. ما آمدیم روی اختطاف، در پیوند به اختطاف ما یک فرد از دست دادیم، ترکمن. درست است، جمعه ترکمن سال قبل 1 سالگی خود داره پای کرد، 1 سال خود داره تجدید میکنه. و دومی که فرد دوم باز چند روز پیش اختطاف شد از قوم ترکمن، یک تاجر، شما خبر دارین، تاج زاده. امروز باز هم عبدالرؤف جان این 100 روزی خود پای میکنه. این تمرکز گرفته بر ما، تمرکز گرفته به تجارای بلخ، تمرکز گرفته به ضعیف نگاه میکنن به عنوان که ترکمن ضعیف است، یا ترکمن در ولایت بلخ اقتدار نیست، و یا ترکمن در حکومت وجود نداره، در حکومت های مرکزی وجود نداره، از وزارت گرفته، معینت گرفته، ولایت گرفته، این آن گرفته، هیچ ترکمن ها وجود نداره. فقط انام تجارتشان است و به عنوان یک قوم بی‌غرض و به عنوان یک قوم عادل زندگی میکنن. اینا دارن تارگت گرفتن ما را. ما به این منوال میگیم که باید این همه تارگت های هدفمندانه بالای ما اختتام داده شود و آنچه که قانون است بر ما، آنچه که قانون اساسی ما را تعریف میکنه در مدت‌های مختلفه و از حقوق شهروندی، اصل برابری و اجتماعی بر ما صحبت میکنه، مشارکت ملی در برآیندهای سیاسی، در حکومت، در بدنه حکومت صحبت میکنه، تعریف میکنه. باید به او هم باید ما جایگاه خود داشته باشیم و جایگاه ترکمن ها در افغانستان، در هیئت رهبری، در هیئت تصمیم گیری حکومت افغانستان باید مشخص شود که کیها وجود داشته باشند که ما هم در قدرت باشیم و ما هم بدنه از حکومت هستیم و در حاشیه قرار نگیریم. ما روز به روز داریم حاشیه قرار میگیریم و خیلی ها ضعیف میشه. این ضعف ها، این همه داره ما را آهسته آهسته گلوی ما را میفشاره و با این همه فضا را به ما تنگتر میسازه و این همه فضا را به ما تنگ نسازیم. ما هم در حکومت در حکومت برای حکومت کار کردیم، به خاطر رفاه و آسایش این ملت، به خاطر اقتصاد حکومت مالیه دادیم، کار کردیم و بعد از این هم نظر به قانون و نظر به اون نفوذ که در ولایت بلخ و در کشور در مناطق مختلف افغانستان داریم، باید به او خاطر با ما در حکومت هم جایگزین باشیم و بعد از این ما هم دیگه تحت استبداد و ظلم شکنجه قرار نگیریم که این محکومیت بزرگ بر ماست که ما بعد اگر در یک هفته دیگه یا یک مدت زمان کوتاه عبدالرؤف رها ساخته نشه، پیدا نشه، اقدام که شما خواهید کرد چه خواهد بود؟ 2 هفته قبل اقدام ما همین بود که ما باید شاهرای حیرتان بند بکنیم، شاهرای راههای اندخوی باز بند بکنیم، به خاطر که عدالت است. آنچه که قانون است با ما روایت میکنه از او با استفاده بکنیم. اما مردم که با مشکل روبرو شوند چه؟ ببینین امروز 100 روز می شود که مردم ترکمن درد میکشند. 100 روز می شود که ترکمن های افغانستان در کل ترکمن های جهان به خاطر اختطاف طفل درد میکشند. این مسئله مربوط تنها به ترکمن ها نیست، مردم افغانستان همه افغانستان است. زمانی که حکومت این چیز مد نظر نگرفتن، معنویات مد نظر نگرفتن، بعض ارزش های انسانی و اسلامی را مد نظر نگرفتن، چگونه ما بگوییم که ما منافع ملی در خطر باشه ما مد نظر بگیریم؟ باری اول نیست که ما گفتیم حیرتان بند کردیم به خاطر جمعه ترکمن، گفتیم چی است؟ شکنجه است. ما خواستیم، قبلا هم گفتیم باید عبدالرؤف جان رها شود، عبدالرؤف جان صحیح و به سلامت به آغوش مادر خود بر بگرده. اگر این گونه نشد ما ناگزیر هستیم که باز هم امو حیرتان ببندیم و امو حرکت های عدالت خواهی خود ادامه بدیم. ممنون شما. ممنون از حضور. سلامتیتان بخیر باشد. ادامه خبرها. لوی سرنوالی در سال 1399 هجری خورشیدی و بیش از